خب بریم در مورد مدیریت تمرین، اونم توی سنین پایه برای بچه‌های نونهالان صحبت کنیم. به نظرم این موضوع یکی از موضوعات خیلی مهمیه که میتونه به خیلی از مربیات این قضیه کمک بکنه. پس با من همراه باشید در ادامه کار. خب میدونین که بچه‌ها توی سنین پایه خیلی به مربیشون علاقه‌مند میشن، چه توی بحث والیبال بانوان چه توی بحث والیبال آقایون. بهتره اون تجربه‌ای که من توی چند سال کاری داشتم اینه که با بچه‌ها گرم بگیریم، خوب باشیم، راحت باشن در حین تمرین، ولی جایی که نیاز هست برخورد قاطعانه و برخورد جدی رو با اونا داشته باشیم. بچه‌ها باید در اختیار شما باشن. تو این چند سال کاری من خیلی دیدم بچه‌هایی که بلدن با مربی چطور رفتار کنن، زرنگن، مربی یه جوری گول میزنه، باید حواستون اونا باشه، در حین تمرین اونا رو زیر نظر داشته باشیم، با اونا جداگونه صحبت کنیم، بهشون بگید از کارهای اشتباهی که انجام میدن خارج از جمع بهشون بگید. و مورد بعدی که خیلی مهمه اینه که بچه‌ها کاملا در اختیار شما باشن و با سود شما کلا تمرین رو تعطیل کنن. من امروز به صورت کاملا اتفاقی بدون اینکه با بچه‌ها هماهنگ کرده باشم حتی میخوام این کارو برای خودم تکرار بکنم، ببینم آیا این کار اتفاق میفته یا نه. بد نبود. بیاین اینجا بچه‌ها. به نظر خودم بد نبود. موضوع بعدی در مورد تبعیض قائل شدن خیلی از مربی‌ها در مورد شاگردها و بچه‌هایی هستن که تو تمرینشون وجود داره. خب این یه نکته‌ایه که شاید خیلی‌ها بدونن ولی بهش توجه نمی‌کنن. میدونم یه سری از بچه‌ها هستن که توی تمرین به چشم مربی بیشتر میان، حالا چه از لحاظ اخلاقی و چه از لحاظ بازی. مربی باید کاملا در جریان باشه که هیچ گونه رفتاری نداشته باشه که اون بچه‌ها اون تفاوت رو حس بکنن. شما فکر کنید توی خانواده پدر و مادر بین دو تا بچه تفاوت میذاره، اون بچه‌ها قطعا متوجه میشن. توی والیبال و توی تمرینات نونهالان و سنین پایه این موضوع به نظر من خیلی بیشتر خودشون نشون میده و اگر مربی نتونه این قضیه رو کنترل بکنه اون بازیکن ممکنه به خاطر این موضوع حتی والیبال هم ترک